یه میلیاردر همراه معشوقه جوونش رفتن به یه کلاب شبانه خیلی لوکس تو مرکز شهر. میخواستن فقط بشینن، یه نوشیدنی سبک بگیرن و حال کنن. وقتی میز گرفتن، گارسون با لبخند اومد و گفت فقط جهت اطلاع، چون امشب آخر هفته است و کلاب خیلی شلوغه، حداقل سفارش برای هر میز یه بطری کامل $2000. معشوقش یه لحظه خورد تو ذوقش و نگاش غمگین شد. میلیاردر ولی اصلا رنگش نپرید. آروم به گارسون نگاه کرد و پرسید قیمت یه شات ساده ویسکی چنده؟ گارسون گفت $20 آقا. میلیاردر لبخند زد و گفت پس برای ما 100 تا شات ویسکی بیارین. چند دقیقه بعد مدیر کلاب خودش با عذرخواهی اومد کنار میز و گفت لطفاً هرچی دلتون میخواد سفارش بدین. برای میز شما هیچ حداقل سفارشی نداریم. یه روز دیگه میلیاردر داشت تنها تو خیابونای شلوغ شهر قدم میزد که چشمش افتاد به یه خانم جوون که کنار پیاده رو بر صورت تیشرتای رنگی و تخدار پهن کرده بود. رفت جلو و پرسید این تیشرت چندن؟ خانم با ذوق گفت همشون طرحی جدید خواستن، دونه‌ای $20. یکی براتون بیارم ببینین؟ میلیاردر سرشو تکون داد و گفت نه، اینو با این قیمت خیلی گرونن. با این قیمت کسی نمیخره. باید دونه $1 بفروشی. فروشنده جا خورد و گفت مگه شما از کسب و کار من سر در میارین؟ قیمت تموم شده هر کدوم برای من $5. میلیاردر خندید و گفت ناراحت نشین خانم، من میتونم کاری کنم که تیشرتاتون رو دونه $1 بفروشین و نه تنها ضرر نکنین بلکه سود خیلی بیشتری هم ببرین. کنجکاوی فروشنده غالب شد و گفت بگو ببینم چی کار باید بکنم. میلیاردر گفت الان هر تیشرت برات $5 تموم میشه و $20 میفروشی، یعنی $15 سود. ولی مشکل اینجاست که مشتری یا یکی میخره یا کلا نمیخره و تو بیشتر وقتا هیچ گیرت نمیاد. باید جلوی بساطت یه تابلو بزنی و بنویسی تیشرت اول $20، دومی $15، سومی $10 و چهارمی فقط $1. اینطوری خیلی‌ها 4 تاشو یه جا میخرن. فروشنده گفت شاید درست بگی ولی سودش کجاست؟ میلیاردر گفت حساب کن. هزینه 4 تا تیشرت برات $20، ولی با این روش در مجموع $46 از مشتری میگیری، یعنی $26 سود. به نظرت این بهتر نیست از اون $15 سودی که گاهی گیرت میاد و گاهی هیچی؟ خانم فروشنده رفت تو فکر و آروم گفت 3 ساله دارم تو خیابون لباس میفروشم و هیچ وقت به ذهنم نرسیده بود. چطور این چیزا به ذهنت میرسه؟ میلیاردر لبخند زد و گفت تو خیلی از موقعیت‌های زندگی فقط زحمت کشیدن و تلاش کردن کافی نیست. مهم اینه که بفهمی مردم چطور فکر میکنن. بیشتر فرصت‌ها و راه حل‌ها تو چیزای پنهونی هستن که آدما به زبون نمیارن. چون این مهارت رو نه مدرسه یاد میده نه شرکت‌ها. وقتی بلدش باشی یه برتری بزرگ تو کسب و کار و حتی زندگی شخصیت داری.